همش تقصیر حامد بود. اون این فکر رو تو سر من و حمید انداخت. خب من که حرفاشو باور نکردم. ولی خب یه وقت ممکنه اینجا هم بیاد. خودشه. خدایا کمکم کن. شاید بهتره داد بزنم. سلام. میدونی ساعت چنده؟ نه. 1 بعد از نصف شب. طوری شده؟ نه. نمیخوای بخوابی؟ نه. نه؟ منظورت چیه؟ از چی؟ خب از اینکه نمیخوای بخوابی؟ نمیخوام بخوابم؟ کی گفته نمیخوام بخوابم؟ خودت الان گفتی. من؟ نه الان میرم میخوابم. خیلی خوب پس بگی بخواب. مامان. بله. میگم شما شب بخیر. شما هم شب بخیر. مامان باز چی شده؟ هیچی. خواستم بگم شب بخیر. شب بخیر. خدا بگم چیکارت کنه حامد. تو چیزی گفتی؟ نه داشتم شب بخیر میگفتم. انگاری داشتی حامد صدا میکردی ها؟ حامد؟ نه داشتم بهش شب بخیر میگفتم. مگه اینجاست؟ کی؟ خب حامد دیگه. حامد؟ نه تو دلم بهش شب بخیر میگفتم. فقط یادت باشه از این به بعد تو دلت میخوای شب بخیر بگی آرومتر بگو. شب بخیر. پوست از کلت میکنم آقا حامد. آرومتر. مگه نشنیدی؟ من که چیزی نگفتم. میخوای پوست از کله کی بکنی ها؟ من که تو دلم گفتم. از کجا فهمیدن؟ پدر مادرها هر چی تو دل بچه هاشون بگذره خوب میفهمن. بگی بخواب. چشم. بخواب. اصلا امروز همه چیز یه جور دیگه شده. وای نکنه حرفای حامد راست باشه.
چیز رو به پدرم میگم. امروز حامد در خانه تنها بود. با آمدن ما او ماجرای ترسناکی را تعریف کرد که هنوز هم من از آن میترسم. حامد میگفت ساعت 10 از خواب بیدار شده. شیرین شیرین قند نخور. مگه نگفتم قند نخور؟ منم شیرین. من رفتم خونه دوستم. حمیدو بیدار کن. کتری آبش تموم نشه. نزدیک ظهر برمیگردم. خداحافظ. حمید حمید. حامد سلام. من رفتم فوتبال. آب کتری تموم نشه تا ظهرم برمیگردم. از تنهایی که نمیترسی؟ نه، برای چی بترسم؟ تنهایی که ترس نداره. این خونه چه خالی باشه چه نه، چه ماها باشیم چه نباشیم، همون خونه قشنگی که دوستش داره. پس از هیچی نترس. تو دیگه مرد شدی و یه مرد از هیچی نمیترسه. حمید شیرین اگه به بابا هی میگن نترس. خب وقتی آدمو توی خونه تنها میذارین چجوری میشه آدم نترسه؟ اونم با همچین نامه‌ای. نترسی خجالت بکش، راه بیفت. ببین این صدا از کجاست دیگه؟ کیه؟ او تو کیه؟ بیا بیرون. آخیش دیدی حالا ترس ندا. اینجام که کسی نیست. حامد تصمیم میگیره به خاطر اینکه نترسه تلویزیون رو روشن کنه. نزدیک نشید. اگه تو بخوره این پسر رو میکشم. گفتم دیگه نخورید وگرنه میکشمش. به همه اون این پسر رو میکشم. این پسر رو که رو کنم گرفتم. تکون نخورید. تکون نخورید. کیه داره صدا میده؟ خب بگی دیگه.
شد. شده؟ توی پس میخواستی کی باشه؟ کوش. کی کوش؟ همون که صدای پاش اومد، بعدش در رو باز کرد، بعد اومد تو اتاق، تازه یه صدای دیگه می اومد. خب من بودم دیگه. آخیش این صدا هست کجاست؟ نمیدونم. شیر آبو بستم، باور کن. برو در بکن. من؟ آره دیگه، مگه غیر از تو کسی اینجاست؟ آره. کی؟ خودت. من کار دارم. بگو میترسم خانوم. آخه اینم ترس داره. حالا دیگه بله، منم نمیترسم. سلام، چرا در رو باز نمی‌کنی؟ بذار بابا بیاد. برای چی؟ بچه رو تو خونه تنها گذاشته که از ترس بکشیش. ترس؟ حالا کی ترسیده؟ نمیبینی؟ هنوز داره میلرزه. خودت هم که داری میلرزی. خب اگه تو هم بشنوی میلرزی. شما دوتا اصلا چی میگی؟ خوب گوش کن. من که صدای نمیشنوم. خب بیشتر گوش کن. راست میگه، صدا میاد. از کجا؟ خب از خونه بغلیه دیگه. اما اونجا که خالیه. خب همینش ترسناکه. و ما هر سه باور کردیم که در خونه اونوریه کسی هست، شاید هم کسانی. اما کی باور میکرد؟ حتما اگه پدر و مادرمون میشنیدن که ما میترسیم حسابی به ما میخندیدن، و یا شاید پیش فامیل و دوستان تعریف میکردن. ما بر سر دوراهی بزرگی مانده ایم. از یک سو آن که بر پنجره میکوبد شباهنگام و چون جغدی خبری شوم آورده، و از سوی دیگر تصور خنده هایی که ما را به خاطر وحشتمان به سخره گرفتند. چه باید کرد؟ شیرین، مگه بهتون یاد ندادم اول در بزنیم بعد بیان تو؟ آخه نصف شبیه اگه در بزنیم که بابا اینا بیدار میشن. سلام. اینجا چی کار میکنیم؟ یه نفر هنوز داره میزنه به پنجره اتاقم. حامد خوابش نیومد. من یا تو؟ خب بیا تو در ببندیم، حالا بابا اینا بیدار میشن. نمیخوام که بخورمش. اسممو دیدم گفتم بخونم ببینم چی نوشتی. اگه بخواین اینجا بمونیم باید ساکت آروم یه گوشه بشینیم. میگم کاش که به بابا گفته بودی که تا آخر اون هی بهت بگن ترسو. تا فردا باید صبر کنیم. شما دوتا اینجا چیکار میکنی؟ تو چرا هنوز نخوابیدی؟ ما داشتیم بیرون میگم بیرون زود بدو شما بیدارین؟
مگه آدم از دست شما ورجکو میتونه بخوابه؟ خب موضوع چیه؟ ها؟ شما 3 نفر، شما 3 تاییتون امروز یه طوریتون شده. خب چی شده؟ شیری خانم تو بگو ماجرا چیه؟ هیچی. حمید آقا شما بفرمایید. هیچی. آقا حامد شما بگین موضوع چیه؟ هیچی. پس شما 3 نفر دارین مخفی کاری میکنین. دیدی فهمیدن؟ من از همون وقتی که اومدم خونه فهمیدم اینجا یه جریاناتیه، یه خبراییه. ما هرچی هیچی نگفتیم شما هم هیچی نگفتیم. ما گفتیم حتما تا فردا صبح بهمون میگین. بله ولی دیدیم نه خیر نمیشه. شما 3 نفر نصف شبی را افتادیم مثل رو. چی شد بابا؟ چرا ترسیدین؟ خانم شما فهمیدین چشونه؟ نه ولی انگاری از یه چیز نگرانن. من فکر میکنم همچی بفهمی نفهمی از چیزی ترسیدم. خب معلومه دیگه وقتی پدرشون نصف شبی از رو حرف میزنه معلومه میترسن. من خانم کی درباره رو حرف زدم؟ نگاه همین الان تا اسم رو میاری 2 متر میپرن تو هوا. درست میگم. رو دیده خانم نقطه ضعف پیدا شد. خیلی خوب حالا میگین چی شده یا نه؟ باش که ساکتی. ببینیم بچه ها اگه نگین چی شده من تا فردا صبح نگرتون میدارم و مرتب میگم رو. اگه بخوای اینا رو تا صبح بیدار نگه داری وقت مجبوری خودت هم بیدار بمونی. بعد چجوری میخوای بری سر کار؟ خانم بالاخره من باید بفهمم اینا چشونه یا نه؟ خب ما میترسیم. آفرین. از چی؟ نمیخندین؟ نه. مسخرمونم نمی‌کنی؟ نه. از روح. دیدین خندیدین؟ پسر جانم من که گفتم اگه نگین چی شده تا صبح. ولی ما که گفتیم. گفتین؟ بله. پس چرا من نشنیدم؟ حامد که گفت ما از روح میترسیم. یعنی شما بچه های من از تا حالا از همون چیزه میترسیدین؟ از صبح تا حالا. پس اون همه پش کردنتون و بدو کردنتون و شام نخوردنتون واسه خاطر این بود؟ بله. شما که گفتین مسخرمون نمی‌کنی. مگه ترسیدن خندیدن داره؟ خب آدم میترسه دیگه. نه پسر جانم ترسیدن خندیدن نداره. ترس لازمه وجود آدمه. آدم با ترسیدن از چیزی در واقع احساس خطر میکنه. اما ترسیدن از اینجور چیزا اونم برای شما که دیگه بزرگ شدین واقعا زشته. خب من که نترسیدم. حامد ترسیده بود. حالا هر کدومتون گیریم 3 نفرتون ترسیدین این مشکل نیست. ولی بهتر بود اصلی که من اومدم خونه به من یا مادرتون میگفتین تا ما به شما بگیم که بابا این جور چیزا ترسیدن نداره. حالا این روحه کجاست؟ پشت پنجره اتاقمونه. هی میزنه به شیشه. خیلی خوب بابا جون بهترین راه خلاص
باز کردن پنجره است. نه ترسیم بابا جون، نمیذارم بیا تو. خب اینم دستی که به پنجره میکوبید. بالاخره شکستمش. اون طرف چی؟ کدوم طرف؟ خونه بغلی دیگه، اونجا که دیگه درخت نداره، هنوزم یه نفر داره راه میره. از صبح که من بیدار شدم تا حالا همونجاست. عجب، شما از کجا میدونی که اونجاست؟ صداش میاد، گوش کنین. شنیدین؟ خب آره، یه صداهایی میاد. دیدین حالا؟ بابا جون صدا که دلیل نمیشه، شاید مال همسایه بغلیه. ناصر آقا، بله اون طرف که کسی نیست. راست میگه، حق با توه. ها، مال طبقه بالاست. ای بابا، طبقه بالا که نیست، پشت بومه. دیدین حالا؟ میگم بچه ها شاید دوست باشه. دوست؟ خب آره. آخه دوست تو خونه خالی چی کار داره؟ اونم از صبح تا حالا. خب اینم حرفیه. خانم کلید کجاست؟ کلید تو جا کلیدی. الان درستش میکنم. یه چیزی بده دستم. چی؟ من چه میدونم، یه چوبی، چماقی، لوله‌ای، چکشی، یه چیزی بده بکوبم تو سرش. تو سر کی؟ تو سر همین یارو دیگه. میگم ناصر آقا، چطور ما هم همپات بیایم؟ خیلی خوب، پس مجهز شین. خیلی خوب. چند لحظه بعد همه ما مجهز به سلاح‌های سرد به خونه اونوریه رفتیم. پدرم در رو باز کرد و ما وارد شدیم. صداها رو دنبال کردیم و بالاخره سر از آشپزخونه در آوردیم. خب اینم از دزد دوم، دست بیچش کردم. دیگه چی؟ یکی چی؟ کدوم یکی؟ همون صداه. الان این یکی رم دستگیر میکنم.
اینم از دزد سوم دست بستش کردم. خوبه؟ تقریبا همه اسلحه هایی که برده بودیم به کار نیامد. پدر در و شیر آب رو بست و گربه از زیر پای ما جست و بالاخره سکوت به خانه ما برگشت. امروز ما ترسیدیم. از چیزهایی ترسیدیم که در واقع اصلاً ترسناک نبودن. از شاخه‌ای که به پنجره می‌خورد، از شیر آبی که چکه می‌کرد و از دری که به کنارهای کابینت می‌خورد. در حالی که هیچ کدوم از اینا ترسناک نبودن. پس چه دلیلی داره که ما بی خودی بترسیم؟ بعضی مواقع نمیشه نترسید.